سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پس‌های خانگی. ما امروز همراه یک نمود شیرینی انیقترش پیراژنی ملایم، آسان و کم خرج را تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 300 گرم آرد، 150 گرم شکر، 3 تا تخم، 120 گرم روغن رستنی، 150 گرم کفیر، برای آرایشش شکلات و کاکائوی ستروشکا، برای خمیرش 10 گرم رزرخلیتی. ما در اول کمتر تخم را لب میزنیم. و اکنون شکر را همراه کرده تا سفید شدنش میزنیم. تخم و شکر را به مدت 4-5 دقیقه لب زدیم و اکنون کفیر و روغن رستنی را همراه کرده باز 1-2 مینوت دیگر لب میزنیم. و اکنون آرد را همراه میکنیم. ما حتما رزرخلیتل را با آرد همراه میکنیم تا که پیام بیسکویت ما خوش رو بیاید. خمیر ما هم تیار شد. خمیر آردش اینقدر بسیار همراه نکنید که پیامش اینقدر خوب تیار نمیشه. اکنون خمیر را به لیست میگیریم. لیست من 35 سانتی متر و 25 سانتی متر. شما اگر کلانتر باشد میتوانید تخمش را بسیارتر کنید. ما خمیر را به لیست گرفتیم و اکنون کمتر میجنبانیم تا که همه جای لیستمان را خمیر گیرد. و اکنون خمیرمان را به مدت 30-35 دقیقه به 170 درجه و تفتان میگذاریم. بیسکویت پیراژنی ما هم تیار شد. ما آن را با چوبچه میبینیم که درونش تیار شده است. میبینید به چوبچه نچسبید، خمیر حتما تیار شده است. ما اکنون کاغذش را میگیریم. اکنون تا خنک شدن بیسکویتمان شکلات را تیار میکنیم. من با 4 قاشق روغن رستنی به بوی شکلات را آب میکنم در میکروالنافکا. شما میتونید خودتان گلازور تیار کنید در خانه با کاکائو، شکر و ملکا. ما شکلات را آب کردیم و اکنون بیسکویتمان را به 3 قسم برابر تقسیم میکنیم. من بیسکویت ها را تقسیم کردم به کوادراتیک برابر و اکنون یک بار دیگر 3 کنج شکل میده میکنیم. ما همش را به 3 کنج شکل بریدیم و اکنون آرام میدهیم. ما در اول بیسکویت را به شکلات تر میکنیم و به کاکائو ما 3 طرف بیسکویت را به شکلات تر کرده کاکائو پاشیدیم. چگونه میبینید پیراژنی های ما هم تیار شد و اکنون درونش را میبینیم ملایم تیار شده است. میبینید ملایم و با لذت تیار شده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید، یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.